عربستان دوباره دنیا رو شوکه کرد. هر وقت پای جنگ و بحران در میونه اسم ایران وسطه، اما وقتی پای سرگرمی و توریسمه این عربستانه که صدر خبرها رو میگیره. و حالا محمد بن سلمان دست به اقدامی زده که تا به امروز سابقه نداشته. برای اولین بار در تاریخ مسابقات کشتیکش خارج از آمریکا و کانادا برگزار میشه و ریاض میزبانشه. یادتونه اول کنسرت های پر سر و صدا با ستاره‌ای مثل جنیفر لوپز، بعد گرفتن میزبانی جام جهانی 2034 فوتبال، بعد مسابقات فرمول 1 وسط کبیر و حتی آزاد کردن نوشیدنی‌های الکلی. حالا با کشتیکج عربستان مرزهای تازه‌ای رو میشکنه. در حالی که ما هر روز غرق مذاکره‌های بی‌پایانیم، عربستان با سرعتی سرسام‌آور در حال تغییر چهره خودشه. انگار اصلاً توی خاورمیانه نیست. بن سلمان میخواد به هر قیمتی تصویر کشورش رو در ذهن جهان عوض کنه و عربستان رو به مقصدی برای توریست‌های بین‌المللی تبدیل کنه. و حالا سوال بزرگ، مسیر درست کدومه؟ ایران با سیاست‌های امروزیش یا عربستان با شکستن تمام